حمید. وقت معلوم میکنه که لوکس موتر داره. گفت تا که موتری تا اینجا اعلان نکنی و معاف نمیشی. در مسلمان ها میتور مردم ها زیاد پیدا میشه. بجای از اینکه به الله عاجزی بکنه، توبه بکنه، تضرع بکنه، میره و چی؟ بگه در پیش پیر صاحب میفته سجده میکنه، معاف کو. میگه معاف کو. الله میگه غیر از الله کسی دیگری گناه ها را بخشیده نمیتونه. ولم یصروا علی ما فعلوا، دوام نمیکنه، اصرار نمیورزه علی ما فعلوا، با آن چیزی که انجام داده. گناه را بار بار نمیکنه. امروز کده بگا باز توبه میگه، باز صبح وقتی گناه کی رسید الله دا یادش نیست، باز گناه کده رئیس، باز پسان باز توبه میگه. این ریشخندی میکنه به حکم الله. توبه شرطیش است که سری سابق اظهار پشیمانی و ندامت کنی، همین عمل گناه را دستی تر کنی، عزم کنی که دیگه باز به این گناه نمیگردم. بله بس اوقات میشه انسان در یک وقت به او گناه باز بگرده، بازم الله قبول میکنه توبه را. اگر 100 مرتبه بنده ما در حدیث میاد توبه گناه کنم، پس چی میکنم؟ خو شرطش است که به قصد و عزم توبه کرده، لیکن باز گرفتار گناه به یک وجه شده، الله متعال معاف میکنه. ولم یصروا، دوام نمیکنه، اصرار نمیکنه علی ما فعلوا، با اون چیزی که انجام داده. و هم یعلمون، در حالی که یا میدانه که قبول کردن توبه را الله میکنه و اصرار بالای این گناه منافات با توبه داره. اولئک جزاؤهم، اینطور مردما پاداششان مغفرتون، بخشش اسم ربهم، از طرف پروردگارشان در مقابل گناهشان. الله اکبر. اگر ما تنها گناهی ما بخشیده شود، عمر رضی الله عنه میگفت، آرمان میکرد که اگر من کفاف به کفاف خلاص شوم، زیادت برم حاصل نشوه، امی برای من کامیابی است که من کفاف به کفاف شوم، ملامت نشوم، گناهی اضافه نشوه. لیکن الله متعال برای بندگان خود آنقدر رحمان است که نه تنها گناه را معاف میکنه، و جنات، باغاست، تجری که روان میباشه، من تحتها، در زیر درختها و قصرهایش، الانهار و جویا، خالدین فیها، همیشه در اینمی باغاست. چی رقم باغاست؟ در دنیا توصیفش انسان کرده نمیتونه. چرا؟ در اونجا برای چیسته؟ ولهم، برای جنتی اونجا چیسته؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نه گوش شنیده، نه چشم دیده و نه در قلبت یک دفعه خطور کرده. و تو نعمت الله آماده کرده. و نعم اجر العاملین، بهتر است اجر پاداشی و کسایی که عمل کننده است. عمل کننده است. دل پاک دل گپ دهی نیست. دوڑی خور تنها دل پاک کردن عمل نباشه. الحاد اسی بیدینی است. یک تعداد مردم به این کلمات و به این مطلع گمراه کرده. دل پاک و دل. قرآن میگه نعم اجر العاملین، پاداش عمل کننده بهتر عمل است. که عمل نکنی از کجا برات حاصل شود؟ قد خلت من قبلکم سنن، پیش تیر شده از شما سنن، واقعات یا طریقه های هلاک، حادثاتی که قومای سابق هلاک شده، نمونه های عذاب قومای سابقه. در اصل سنن طریقه که پیش تیر شده باشه، ملتزمه باشه، اونمو را میگه. اینجا مراد اونمو عذابا، نمونه های عذابی که بالای قومای سابقه آمده. قد خلت من قبلکم، یقینا پیش تیر شده از شما، سنن، نمونه های عذاب، یعنی طریقه های هلاکت قومای سابقه. فسیروا فی الارض، سفر بکنه، بگردی در زمین. فانظروا، ببینه کیف کان عاقبت المکذبین، چه قسم است انجامی و کسایی که تکذیب کرده دعوت انبیاء علیهم السلام که از طرف الله آمده. در کدام سرنوشت دوچار شده؟ کوی زنبورک چقدر ظالم بوده، از کجا تا کجا را دیوالا کرده ولی باقی مانده نمانده، کلش از بین رفته. انسان باید پند بگیره، گاهی نعمتهای الله را بر پیش روی خود بیار و بالکل خود بشناس، الله را بشناس. گاهی سختی ها را، تکلیف ها که الله سرت میاره، از این تو باید ترس بگیری. گاهی واقعات سابقه را برای خود نمونه پیش کن. ظاهر شاه تیر شد، چی کرد؟ چی چیز به درد میخوره؟ چرا انسان درس نمیگیره؟ بهترین زمان سابق بهترین استاد برای انسان است. چی چیز به درد آدم میخوره؟ اولاد، زن، پدر، مادر، کدام چیز؟ آن چیز عقیده صحیح و عمل درست.
دی عقیده صحیح و عمل درست، خدمت پدر و مادر، احترام پدر و مادر، عزتمندی یک مسلمان، حقیق یک مسلمان کلش داخل است. شرطی است که ای بجا شده باشه، ای بجا شده باشه. هذا بیان للناس، قرآن کریم واضح کننده است، لچ میکنه پرده ها را للناس، برای مردم ها، از هر نوع اموری که سبب سعادت و نیکبختی میشه. هذا بیان للناس، قرآن کریم واضح کننده است للناس، برای مردم راه های کامیابیشانه، راه های نصیحت پذیریشانه. و هودن یک برنامه و پروگرام مکمل هدایت است، و موعظتون نصیحت است، بسیار چیزی خوب منع کننده از چیزی مضر است. موعظه چی را میگه؟ چیزی که تو را از چیزی مضر منع بکنه. للمتقین، برای کسایی که در صدد تقوا هستند. تقوادارا متقین پشتی گپا میگرده. قرآن کریم نفع برای متقین میرسانه. کسی که در صدد تقوا سنابت داره دنبال ازی میگرده که قرآن چی پیام داره، الله متعال همه حقایق برات منکشف میسازه. ساخته یا نه ساخته، در درست ترجمه قرآن میشینیم حقیقت ها برملا میشه و پروگرام جامع هدایت است. شرطش است که ما سرش عمل بکنیم، تطبیق در زندگی بکنیم. ولا تهینوا ولا تحزنوا، سست نشوی، ولا تهینوا، همت خود از دست نده، ولا تحزنوا، غمگین نشوی، و انتم الاعلون، شما برتر هستی، مرتبه بالا داره، غالب هستی، زور هستی، ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنای واقعی هستی. بس قرآن فیصله کرد. در جنگ احد که شکست آمد از 3 وجه. یک وجه نافرمانی افرادی که سنگر اعلا کردن، پیامبر علیه السلام گفته بود اعلا نکنی. دوم آوازه شهادتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم. سوم اختلاف در عملی کردن سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم. اسباب شکست معلوم دار است. قرآن بر ما از امو خاطر عالی بر ما میگه ولا تهینو، همت از دست نده، همت از دست نده، ولا تحزنوا، غمگین نشوی. با وصفی که شما شهید داده، مصیبت دیده، حالاتتان دیگرگون شد، لیکن بازم غمگین نشوی. چرا غمگین نشوی؟ طور کارا سرش آمده و غمگین نشوی. باز میگه و انتم الاعلون، شما غالب هستی. خیر اسی قدر که درد بردتان رسیده، جبری درد یا تشفی درد میتانی پس بجا کرده. شرط ایمانی کامل است. ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستی. قرآن یک شبهه بزرگ برملا کرد. امروز مسلمان ها که بشینه کلشان میگه هر بلا و غم سری مسلمان، هر جا غم سری مسلمان، هر جا مسلمان سرکوب، هر جا میموره مسلمان. این شبهه رد شد. مسلمان کدام مسلمان است؟ مسلمان اسمی، مسلمان میراثی، مسلمان تذکیری و رجستری. مسلمانی که قرآن تعریف میکنه مومن برش میگه اون نیست. اگر مومنی واقعی باشه غلبه از مومن است. که آدم مومنی واقعی باشه با کفار دوستی میکنه، همکاری خطش میکنه، او را بله بله میگه، چاپلوسی برش میکنه، الله عزت برش بخشیده. قرآن شرط گذاشته، همه سوالا حل شد. ان کنتم مؤمنین، اگر شما هستی مومن. معلوم شد که قرآن مؤمنه کار داره. کدام مؤمنه؟ مؤمنه او مؤمنه که قرآن توصیف میکنه، او مؤمنه که بالا برد گفت ولا تهینوا ولا تحزنوا، او مؤمنه که قرآن برش میگه هذا بیان للناس و چیست و هدی و موعظه للمتقین. مؤمنه که با قرآن زندگی خود چی کرده؟ آمیخته. فقط اونو مردم هیچ وقت کافر سرش غلبه حاصل نمیکنه، هیچ نوع غلبه. امروز شاگردی قرآن و فریفته کده میتونه، در شبه انداخته میتونه، دعوت به سوی نصرانیت و یهودیت کده میتونه شه؟ کلا قطعا نمیتونه. مشت سنگین در دهنش زده میشه. خود چیست؟ مردم ما را بیچاره را خالی و ذهن یافتن، خالی کله ها خالی، نه قرآن، نه حدیث، نه عقیده صحیح، نه معلومات کافی در اسلام. مسلمان هستی؟ چرا مسلمان هستی؟ وضو میکنم. دمو دلچه که پدرم وضو کرده من وضو میکنم. همین مسلمان. ایمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. صحابه خیلی غمگین بودن که چرا ما حق هستیم، چرا
حالی هم گاهی وقتی مردمای موحد، مردمای دعوتگر وقتی که تکلیف برشان برسه یک کمی زور میدشانه کسایی که ما هم خدمت دین الله را میکنیم و میتور میشیم. الله میفرماید که عجیب است، از دست خودتان میرسه هر چیز، هر مصیبت از دست خودتان است. ای یمسسکم قرح، اگر رسیده برای شما زخم، صدمه، فقد مس القوم قرح مثله، یقینا به قوم کفارم رسیده امی رقم صدمه، بلکه از این کده بالاتر. چرا شما 70 نفر شهید شدی و 140 نفر شد در حقیقت. چرا 70 نفرشان چی بود؟ اسیر شده بود. و تلک الایام نداولها بین الناس، اختیارات پیش الله متعال است. و تلک الایام، ای روزاست، نداولها که رد و بدل میکنیم ما ای روزا را بین الناس، در بین مردم. گاهی نوبت از پدر میباشه، گاهی از مادر میباشه. تو نمیشه که همیشه نوبت یک طرف باشه. گاهی مسلمان ها غالب، گاهی کافر غالب. خو غلبه کفر به خاطر از این نیست، یک حکمت دیش است. در جنگ احد که غلبه را حاصل کردن، بعد از او در جنگ چیست احزاب آمادگی گرفتن. اگر یک غلبه برش حاصل نمیشد، هیچ وقت آماده به جنگ نمیشدن. و یک کمی خود قوت قوی میدانه، پیش شده میروه. اینه تلک الایام، ای روزهاست، نداولوها که ما رد و بدل میکنیم، یکی پای دیگه میاریم بین الناس، در بین مردم، که گاهی غلبه از یکی، گاهی غلبه از کسی دیگره. کلش در اختیاری کی قرار داره؟ الله متعال قرار داره. اختیارات از الله متعال است. ولیعلم الله الذین آمنوا، دیگه حکمت دیسته که بدانن جدا کنه الله، ظاهر کنه الله الذین آمنوا، کسانی را که مؤمن است، ظاهر کنه که مؤمن واقعی چیسته. یعنی طور سختی ها بیایه که واقعا عقیده و دین کی دوست داره و کی سینه خود سپر میکنه. تنبیه و آگاهی به ما است. با الله چیست؟ نیروهای خارجی را الله فقط یک چی کفایت میکنه؟ یک دانه کورپشه را پیدا میکنه، در بینیایش داخل میشه و را میکشه. خلاص مسموم میکنه، هوا را الله تغییر میده جای به جای. به الله هم آسان است. اما پیدا شدن کافر در مقابل مسلمان برای چیست؟ امتحان. و بینمی مقابله درجه مؤمن چی میشه؟ بالا میروه. الله ظاهر میکنه مؤمنه. سخت میدان امتحان الله متعال است. هست فعلا یعنی در دولت ها هم، در افراد دولت ها هم، در کلشان است که کدام مسیر انتخاب میکنه، مسیر اوباما را یا مسیر گورباچوف یا مسیر کتاب الله را، کدامش انتخاب میکنه؟ امتحانات الله است. و یتخذ منکم شهدا، و جور کنه بگیره الله. دیگه حکمت است که جور کنه الله از شما شهدا را، کسایی که شهید میشه، فداکاری میده در راه دین. در روز قیامت منازل برش داده میشه که هر کس تمنایش میکنه که من باز چیسته شهید شو. والله لا يحب الظالمین. در یک روز که وا کامیاب شدی تو فکر نکنی که الله وارا دوست داره. نه وا خود ظالم است. ظالم الله دوست نداره. این کامیابی موقت و شامل به حکمت‌های بزرگ است. این کامیابی برای کفار شامل بالا حکمت‌های بزرگ است، وگرنه وا خود ظالم است. الله دوست نداره. شما این شک نکنی که چرا الله یارا غالب کرده. الله قطعاً محبت نداره. ولیمحص الله الذین، دیگه حکمت برای ازی که شکست برای مسلمانان و کامیابی برای کفار شد که خالص بسازه، صاف بسازه الله. الذین، از گناه ها صاف بسازه. الذین، و کسانی را آمنو که ایمان آورده. چرا؟ مصیبت ها رسیدن اعمال انسانی را چی میکنه؟ پاک میسازه، درجات مؤمن بالا میبره. در حدیث میه الله بس اوقات درجه را برای مؤمن انتخاب کرده که به طاعات عبادت نمیتونه به او درجه برسه. الله دوچاری چی میکنه؟ مصیبت. گاهی اقتصادش ضعیف، گاهی چیستا مریض، گاهی حالتش خراب، رقم حالتا دشواری ها برش پیش میشه. توسط این میکار الله دو مرتبه او را میرسانه. از امو خاطر است هیچ وقت مؤمن هیچ نوع زندگی خود بد نگویه، بلکه تسلیم به قضای کی شود؟ الله. به سر و چشم بپذیره. چرا؟ دو حکمت است. و یمحق الکافرین، دیگه حکمت دیسته که محو بکنه که کفاره. چرا؟ وقتی که ببینه که ظلم بالای مسلمان ها بکنه، زیادت بکنه، الله غضبش در جوش میآید.
یک دم کافر هلاک میسازه. یک مانا یا ایست که وقتی غلبه برای کفار حاصل شوه، آل دیگه جرأت پیدا میکنه در دوباره جنگ کردن، باز در پیش مسلمان ها میاده جنگ. اگر اینجا غلبه برشان حاصل نشوه، باز هیچ وقت در پیش تو چی نمیایه که برابر شوه که تو سریشه بگوی کلیش بپرانی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، یا شما گمان داره، اگرچه آیت در او زمان برای صحابه بود لیکن حکمش عام است، تمام امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم این خطاب متوجهش است تا روز قیامت. امروز متوجه ماست. قرآن برای ما میگه، الله اعلان میکنه ام حسبتم، یا شما گمان میکنه مردم ان تدخلوا الجنه که داخل شوید جنت، ولما یعلم الله، و تعالی را جدا نکرده معلوم نکرده الله ظاهرا، الذین او کسانی را، یکی خوب الله معلوم است، یکی بیرون واضح سازه شد. الذین او کسانی را جاهدوا منکم که جهاد میکنه از شما، و یعلم الصابرین، و ظاهرا معلوم کنه صابر کنین داره که کی تاب مقاومت داره واقعا کنترل میکنه خدا. ولقد کنتم تمنون الموت، شما بوده که آرزو میکرده شهادت، من قبل ان تلقوا، پیش از اینکه شما روبرو شوی، پیش از روبرو شدن مرگ شما دنبال مرگ میگشتی، میگفتی شهادت. الله چی میگه؟ فقد رأیتموه، یقینا شما خود دیده، یعنی مطابق آرزویتان امون مرگ براتان مکمل مجسم شده پیش رویتان. و انتم تنظرون، شما بوده که میدیده کجا شد امو آرزوهایتان، چرا گریخته؟ یک نوع سرزنش الله متعال صحابه را داد. خودتان میگفتی، پیغمبر علیه السلام میگفت در مدینه سنگر دفاعی جور میکنیم، نه ما در میدان میریم. چطور روز آمد؟ چطور روز آمد؟ یک نفر میگه همیشه چی میگفت؟ که یا الله شهادت نصیبی میکنه، شهادت نصیبی. یک دفعه در جنگ گیر آمد، بمبارد تهران که شروع شد، گفت یا الله بد کرده. من دعا کردم که شهادت امیم دفعه مرا خلاص کن، دیگه نخواد از زبانم شهادت بگیرم. اونطور بد نکنیم. سخت است، بسیار سخت است، این گپ عادی نیست. تا به مقاومت در همچو شدائد و سختی ها کم کم مردم ها بیاره. دو طایفه قریب به همت از دست داده بود، الله ناصرشان شد، الله توفیق برشان نصیب کرد. الله میگه چطور؟ مرگ در نظرتان مشاهده کردی، در پیش رویتان بود. اینطور جنگ بود که غلم بس کشته میشد، دیدی؟ خو لیکن چرا شما همت از دست داده؟ علی آوازی پیغمبر که بالا شد که پیغمبر وفات کرد، ولی شما دیگه خلاص جنگ اعلان کنه. و ما محمد الا رسول، نیست محمد صلی الله علیه وسلم مگر پیغمبر است، اله نیست، معبود نیست که او مرگ سرش نبیه، و زنده دائم نیست، حی و قیوم نیست. او خو یک بنده است از بندگانی الله، مثل انسان ها واره، مثل انبیاء سابقه واره، مرگ هم سرش می آید. قد خلت من قبله الرسل، یقینا پیش دیر شده از او الرسل، پیامبران علیهم السلام. چرا امی آوازه اینجا آمد؟ محبتی که صحابه و پیامبر داشتن هیچ بیانش نمیشه، در تحت قلم و زبان آمده نمیتونه. زیاد محبت از امو خاطر به مطلق گم کردن پیامبر علیه السلام صحابه مکمل همت خود چی میدادن؟ از دست میدادن. اول امتحان کمک امتحان شد در نمیجه که در آینده صحابه با مرگ حقیقی پیغمبر چی شوند؟ بگه آموخته شوند، نشوه که باز در مرگ حقیقی مردما بیخی خود از دست بده، خود ببازه، او طور نشوه. همو طوران بود. عمر در اون شمشیر نکشیده بود، نمیگفت که کسی بگه پیغمبر وفات کرده ما سرش میپرانم. اینمی آوازگک یک نوع مقدمه برای ازی بود که ذهنیت صحابه ساخته شود، ذهن صحابه به این آماده شود که محمد رسول الله پیغمبر از الله نیست، مرگ سرش میآید، زخم میشه، عوارض بشریت سرش مکمل آمده میتونه، شکست سرش میآید. این گپا سرش آمده نیست. اینطور فکر نکنه که الله هست. این را میگه ذهن سازی صحابه در بخش عقیده. الله متعال ذهن صحابه را مکمل درست ساخت که مردم پیغمبر یک امتیاز داره که رسول است، خلاص. و رسول خو مثل پیغمبرای دیگه است. پیغمبرای دیگه وفات کرده یا زنده است؟
وفات کرده. خلاص خیری پیغمبرم وفات میکنه، شما همت از دست بدی؟ ها؟ نه، همت از دست ندی. این همی گپ بود که ابوبکر رضی الله در سر منبر بالا شد و گفتی که من کان یعبد محمدا بگی فقد مات، وفات کرد. و من کان یعبد الله فهو حی لا یموت. کسی که عبادت الله را میکنه الله زنده است. خلاص این گپ یادی نیست. در اینطور مواقع صحابه آنقدر محبت داشت، یک آوازی پیغمبر کل مورال از دست میدادن، از همون خاطر گریز شروع شده بود. لیکن الله متعال ذهنشان ساخت که نه نصرت، کامیابی، جهاد، دعوت کلش ارتباط به ذات پیغمبر نداره. ذات پیغمبر امروزه سبا نیست، اما دعوت ادامه داره، دین ادامه داره، حق گویی ادامه داره، توحید ادامه داره، و نقش قدم پیغمبر رفتن ادامه داره، دفاع سنت ادامه داره. اینطور نشوه که شما همت از دست بدی، اینطور نشوه. افا امات اگر وفات بکنه و قتل یا کشته شوه نعوذ بالله انقلبتم، شما باز میگردی از اسلام یا از جهاد، علی عقابکم به پاش نهایتان. مثل که نعوذ بالله بعضی مسلمانات در این واقعه پا به فرار گذاشتن، قریب که میدان جنگ چی کنه؟ الا بکنه. و من ینقلب علی عقبیه، کسی که باز میگرده به پاش نهای خود، فلن یضر الله شیئا، هرگز ضرر رساندن نمیتونه در نظام و دین الله هیچ چیزی را، بلکه ضرر برای نفس خود میرسانه. و سیجزی الله الشاکرین، زودش عوض نیک بده الله الشاکرین به مردمای حق شناس. شاکرین کسی نمیگه که حق بشناسه، یعنی او کسایی که نعمتای الله متعال یاد میکنه در میتور حالتا و بعد از او اطاعت و فرمان برداری الله را میکنه. تو باید نعمت الله را بشناسی. و ما کان لنفس ان تموت، نیست برای یک نفس که وفات بکنه الا باذن الله، مگر به فرمان الله، به اجازه الله. کتابا مؤجلا، نوشته شده به نوشته شدن مقرر، تاریخ دار. و من یرید ثواب الدنیا، کسی که رادی ثواب دنیا را داره، نوتیه منها، ما برش میدیم. اگر محنت و زحمت میکشه، تمام اعمال و تدابیر برای پیدا کردن دنیا میکنه، بلکه دنیا در دستش میه، مثل کفار واره. از همون خاطر مادیات همه آسایش زندگی برشان آسان است. اگر تون بخواهی پیغمبر برات میدیم، اما در آخرت براتان ایسا باز نمی باشه. از او خاطر الله میگه و من یرید ثواب الاخرت، کسی که ارادی ثواب آخرت داره و عمل برای آخرت خود میکنه، تدابیر میگیره، که یکی از او جمله جهاد کردن با کفار است، مقابله با کفار است. ولو که هر نوع جهاد باشه، نظامی باشه یا فرهنگی باشه یا اقتصادی باشه یا هر قسم جهادی که باشه. و سنجزی الشاکرین، زود است که بدل نیک عوض نیک بدیم. الشاکرین، کسایی که قدر نعمت الله را داره، الله برش نعمت داده، اسلام الله نصیبش کرده، اسباب و تدابیر را الله برش نشان داده که سبب نیکبختیش است، باید این را عملی بکنه. و که ای من نبی، بسیار از پیغمبر قاتل، جهاد کرده، معه، به همراهی پیغمبر. این تو مانا نمی کنیم خو قاتل معه که جهاد مقابله کرده همراهیش. ربیون کثیرون، مردمای الله پرستی زیاد. خطی پیغمبر خو مقابله نکرده، به همراهی پیغمبر در مقابل کفار جهاد کرده. ترجمه ای طور میشه قاتل، جهاد کرده، معه، به همراهی پیغمبر. ربیون، مردمای ربانی. ربانی کی را میگه؟ الله پرست. ربانی کی را میگه؟ که کلی هم و غم و همش تسلیم کیست؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اینی را میگه الله پرستا. همراه پیغمبرا الله بوله مردم یک جا نشده، امرا نشده، مردمایی که الله پرست است و یک جا شده که الله را پرستش میکنه. کثیرون، زیاد. فما وهنو، یا ضعیف نشودن، لما اصابهم، سست نشودن، لما اصابهم، از جهت و تکلیف و سختی هایی که رسید برشان، فی سبیل الله، در راه الله. و ما ضعفو، کمزور و ضعیف نشودن. و مستکانو، مانده نشودن، یعنی ناچار نشودن که دست بردار جهاد شوه، این کارا را نکردن. والله یحب الصابرین، الله دوست داره صبر کنین داره. درس داد به امت پیغمبر که شما اگر یک این و آن پیدا شوه، هی یا هوی شما میدان جهاد رها میکنی؟ نه،
امتای سابقه با پیغمبرا در سر حدی رسیده بودن که سخت حالتی سخت سرشان آمده بود، اما نه همتشان نباختن، نه ضعیف و کمزور شدن و نه سست شدن، بلکه همینطور برجسته. از همون خاطر امت رسول الله باید چی باشه؟ بگه کمر بسته، برجسته، همینطور باشه، بیدار و هوشیار، شول پول نباشه. میگه چای بخوریم باز بعد از این در مقابل شوروی ابراهیم بخوره و سمرقند باره. نه، چای خوری را بگذار، حالی گپی چی را پیش ببر، اینطوری نباشیم. و ما کان قولهم، نبود گفتاری از یا این همی مردمایی که همراهی کرده بودن همراه انبیا علیهم السلام در جهاد، چه میگفتن؟ در زبانم میگفتن الا ان قالوا، مگر میگفتن ربنا اغفر لنا، ای پروردگار ما بخشش کو بر ما، ذنوبنا، گناهای ما را، و اسرافنا، تجاوز ما را، فی امرنا، در این کار ما. دیگه گناه ها اگر از ما شده باشه و خصوصا در جهاد اگر از ما زیادت و کمی میشه، چرا جهاد موقع جنگ است، آدم نمیتونه کل حدود رعایت کرده بتونه، خامخا از پیش زیادت و نقصان میشه. از او خاطر مجاهد در اینطور موقع طلب دعا میکنه از الله که یا الله مرا به زیادتی و کمی نگیری. و ثبت اقدامنا، قدمای ما را ثابت نگاه کو، مستحکم کو. و انصرنا علی القوم الکافرین، نصرت بده ما را بالای قومی که کافر است. الله علتی نصرت وجود داره، چرا؟ جانب مقابل کافر است، جانب مقابل کافر است. الله ما را نصرت بده. چقدر عاجزی میکردن، عمل خود فخر نمیکردن، نمیگفتن ما مستحق هستیم، میگفتن یا الله اگر هیچ وجه ما بسیار گناهگار هستیم، خو لیکن یک وجه برای غلبه ما وجود داره که ما را غلبه بدی. کدام است؟ جانب مقابل ما کیست؟ کافر، کسی که نظام تو را هیچ نمیپذیره. حالی هم که ما دعا میکنیم یا الله ما مسلمان ها خو خیلی چیستیم، رفته استیم، یقینا هیچ چیز رعایت نکردیم، اما یک نقطه برای غلبه ما وجود داره که جانب مقابل ما کی که قرار داره؟ کفار قرار داره. فاتاهم الله ثواب الدنیا، داد برشان الله متعال عطا و بخشش کرد ثواب دنیا را، و حسن ثواب الاخره، بهترین ثواب و پاداش آخرت الله برشان داد. چرا؟ ثمره و برکت جهاد بود. تا که جهاد موجود باشد دین سر پای خود استاد. سنام الاسلام چیست؟ کوهان شتر چیست؟ جهاد است. از او خاطر تا روز قیامت جهاد از بین نمیره. هست جهاد تا وقتی که جهاد وجود داره عزت برای مسلمان هست، او که جهاد موجود نباشه عزت برای مسلمان هست؟ قطعا نیست. والله يحب المحسنین، الله دوست داره محسنین، کسایی که در عقیده خود احسان میکنه، هیچ نوع شرک به امر الله ران نمیده، همچنان در اعمال خود خالص اعمال برای الله میکنه و مطابق نقشه رسول الله میکنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.